سلام. تو این ویدیو میخوام بهتون یه سری تکنیک یاد بدم که خیلی سریعتر بتونید 1000 سابسکرایبر رو روی یوتیوب بگیرید. قطعا مهمترین هدف و جدیترین قدمی که هر کسی که تصمیم گرفته یوتیوبر بشه باید برداره رسیدن به 1000 سابسکرایبره، چون 95% یوتیوبرها دنبال کسب درآمد ارزی از یوتیوب هستن و برای رسیدن به درآمد روی یوتیوب شما دو شرط رو باید کسب کنید. یکیش همین 1000 سابسکرایبره و یکی دیگه‌ش هم رسیدن به 4000 ساعت نمایش ویدیوهاتون یا همون واچ تایم. تو این ویدیو تکنیک هایی رو بهتون یاد میدم که طی کردن این مسیر رو براتون ساده‌تر و سریع‌تر میکنه. خب من قبل این ویدیو یه ویدیو دیگه منتشر کردم برای رسیدن به 100 سابسکرایبر اول، چون نمیخوام حرف تکراری بزنم، چیزهایی که توی اون ویدیو گفتم و اینجا تکرار نمیکنم. ولی این به این معنی نیستش که اگه الان به 100 سابسکرایبر رسیدید اون ویدیو دیگه به دردتون نخوره. اتفاقا هر چی اونجا گفتم همش اینجا کاربرد داره و خیلی به رشدتون کمک میکنه. فقط تیتروار چیزایی که تو ویدیو قبلی گفتم و بخوام بگم این موارد بوده که براتون نام میبرم، ولی حتما برید ویدیو رو نگاه کنید. اینکه چطور موضوع مناسب انتخاب کنیم، چطور از کانال‌های رقیب ایده بگیریم، چطور تیتری بنویسیم که قابلیت سرچ شدن داشته باشه، در مورد اهمیت تیتر و تامنیل براتون توضیح دادم. گفتم چطور ظاهر کانال رو حرفه‌ای‌تر کنید، همینطور توضیح دادم چطور از کاربران بخوایم که کانالمون رو سابسکرایب کنن و کی این رو ازشون بخوام که زمانش مناسب باشه. در مورد بعدی‌های سابسکرایبر خریدن براتون توضیح دادم و ازتون خواستم به همه کامنت‌ها جواب بدید. اگر وقت دارید تو شبکه اجتماعی دیگه هم فعالیت کنید و در نهایت در مورد اهمیت چک کردن آمار براتون توضیح دادم. اینجا حرف تکراری نمیزنیم و میریم سراغ تکنیک‌های دیگه. اولین چیزی که باید بیشتر براش وقت بذارید درست کردن تامنیل مناسب و نوشتن تیتر جذابه. ببینید تامنیل شما مثل بیلبورده. فقط یکی دو ثانیه وقت داری که بین کلی تامنیل دیگه توجه بیننده رو جلب کنی که بهش نگاه کنه. بعد از اون اگر توجه بیننده جلب شد میاد و تیتر شما رو میخونه. اگر این دوتا متقاعدش کرد روی ویدیو کلیک میکنه. اگر تیتر و تامنیل ویدیو بد باشه به نظر من بیش از 70% پتانسیل ویدیو از بین میره. خب چیکار کنیم که خوب باشه؟ برای تامنیل سعی کنید که اینها رو رعایت کنید. یک، چیزی باشه که در وهله اول بتونه کنجکاوی بقیه رو تحریک کنه. دو، تا جایی که میتونید روش متن کمی بنویسید. لازم نیست هر چیزی که تو تیتر نوشتید و عیناً روی تامنیل هم بنویسید. اشتباهی که خودم قبلا زیاد تکرارش میکردم. سه، اگر میتونید موضوع ویدیو رو توی تامنیل با عمل نشون بدید بهتر این کار رو بکنید و متن نداشته باشید. ولی اگر نمیشه استفاده از متن اوکیه، ولی سعی کنید متن خلاصه و کم باشه. 4، فونت مخصوص تیتر استفاده کنید که ضخیم باشه. فقط کافی سرچ کنید فونت های رایگان مخصوص تیتر. تو گوگل این رو سرچ کنید به کلی سایت میرسید که فونت های رایگان در اختیارتون قرار میدن. 5، متن باید با پس زمینه متمایز باشه. جوری باشه که از یه فرسخی هم بشه خوندش. 6، تامنیل رو جوری طراحی کنید که تو سایز کوچیک کاملا خوانا باشه، چون به احتمال زیاد بیش از 65% بازدید شما از روی موبایل